ای عشق نجاتم ده. هشدار صاحب دلان. خواجه دلاگاه که سخن او از غیب می آمد و برای همین او را لسان الغیب نامیدند، می فرماید که هر آن کسی که در این حلقه زنده نیست و عشق با او نموده به فتوای من نماز کنید. یعنی چنین آدمی که عشق ندارد او مرده رهگردان است. جنازه او را همین روز خواندن لازم. و بعد دامن 1000 سال شاعری در داشنای زمان ما روانشاد استاد لایق گویا آن را مکمل ساختند. محبت مصدر رشد و کمال است. ره پیمان نه راه قیل و قال است. اگر در عشق بند دل نسوزد، کشاد بند مشکل ها محال است. بزرگترین ناصح تاریخ بشریت شیخ سعدی برای رسیدن به امید آرزوهای اصلی انسانیت می فرماید که قوت رای عقل است. قوت رای آن است که دخل فردا امروز بکارد و کار امروز به فردا نگذارد. و بعد دامن با چند صد ساله ها ابوالمعانی گویا این را مکمل ساختند. می فرماید که من نمی گویم زیان کن یا با فکری سود باش. ای زی فرصت بیخبر، در هر چی باشی زود باش. علامه محمد اقبال باز در زمان ما در عصر بسیار پرشر و شور در عصر 20 فرمیدند خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. با آن ملت سر کار ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. و استاد خلیل الله خلیلی در هوای این سازندگی ها ما را باز روشن‌تر هشدار می‌دهند. ای غرب آن که ده فرمانبر توست، این ماه ستاره و فلک چاکر توست. ترسم که تو را چاکر خود پندارند، آن مورچگان که رزقشان پیکر توست. برای آنکه پساوندانمان از عمر برهدر ما افسوس نخورند، چون فرموده این بزرگان از آن درس بردارند، باید ما زندگی امان را در اساس هشدار بزرگان خود راه اندازی کنیم.